خب آقا سلام، بریم ادامه. الان اعلان جنگ رو دادم، حالا بریم برای حمله. خب اینا دارن حمله میکنن. وای حواسم به پیمان نبود اصلا. اینجا هم میکنن. بازم به اینجا هم بکنم. میفرستم 36 تا جت هم اینجا، چون اینجا اکثرا نمیمونه و اینها رو هم میدیم به ایشون. یکی رو هم خودم کنترل میکنم. حالا یه از کلشون چیز میگیرم و ایناشون رو میزنم، فعال میکنم، یعنی میزنیم که بزنن هرچی دیدن رو بهتره کنن. هم بذارید بینم اینجا چطور شد. الان اوکی شدش. باید به اینجا دارم تک میدم 120 دارم اینجا و 144 تا هم میذاریم اینجا، 216 تا هم میذاریم اینجا. خب حالا بریم سراغ اونا. بچه خیلی کند میره بازی، نمیدونم چرا. هر کاری کردم خیلی سریع خیلی بازم خیلی کند و سریع ترین حالتش. اما این موضوع جنگ هستش. سلواکی رو میاریم. یادم مثلا سلواکی نمید. اینجوری داریم حمله میکنیم، ولی خب ببخشید دیگه کیفیت ویدیو بد هستش، یعنی کیفیت کار بده. من مثلا الان خیلی صورت بازی کم شد، شما اصلا ویدیو رو خیلی بهتون نمید، ولی من دوست دارم که حمایتم کنید. خیلی ممنون. زنگوله ویدیو رو بزنید، سابسکرایب هم بکنید، کامنت هم بذارید. شاید بعدا هم سرور دیسکورد بزنم و شما رو هم خواستید بشید. خیلی بله، خودم هم دیگه خودم داره برم بخوره از این ویدیو، ولی ببخشید دیگه. خیلی اوضاع سیستم خرابه. من همینجا سیستم رو میگم، شما تو دیسکریپشن هم میذارم. سیستم ما سی پیوش کورای 3، سی پیو توی این بازی خیلی مهمه. حالا سریعتر از این میره، فکر نکنید دادم آشغال سیستم، ولی از این تو کنتا میره، از این خیلی کنتا میره، ولی ویدیو میگیرم خیلی کند میشه. اگرم ریکوردری میشناسید حتما برام بگید که من کیفیت ویدیو رو برام بالاتر و بهتر ببینید شما. و حالا 31 آگوست هستش و سیستم من سی پیوش کورای 3 هستش، رامش 24 میگه، DDR4 24 DDR4 16 گیش DDR4، 8 گیش هم DDR3 DDR3. بعد دیگه کارت گرافیک 512 میدید دیگه. خیلی اوضاع سیستم خرابه. پاورش رو نمیدونم چند وات هستش، حالا خیلی هم تاثیر نره و امیدوارم که من اگه بتونم یه پول جور بکنم بتونم سی پی کورای 7-12 هسته بخرم، خیلی خوب میشه و وصل کنم به پیسی. مادربردم B85 پلاس هستش. کل سیستم خوبی ندارم من. ما 100% با کشور دیگه هم قرار هستش که بریم، ولی فعلا ما با کشور نمیریم. تانک
کامل خوب دارم پیشروی میکنم و شده ولی هنوز نتونستم بگیرم. تو ماسره گفتی یه تو ماسره افتاد، عالیه، خیلی خوبه. تو ماسره افتادش، بردن، نایس. زود بیام بهشون دستور حمله جدید بدم. اینجوری یهو به حرف من گوش نمیدن، اینجوری میشه نمیتونم بگیرم جلو. او به حرف من گوش بدید دیگه. آها آفرین، آوری کردو. بزن دیگه، بزنش دیگه بابا، شده بگیریم تمامه. اینجا شاید بره کراکو، کراکو هم گرفتیم، عالیه. شاید بره ویلا یا گراندو. ولی گراندو بزن زیاد داره میزنه سشیه. سمت گراندو هم بریم میدیم. خب روز اینجا هم بریم میدیم. بعد از اینجا به شوروی حمله میکنیم، یعنی چیزی ساین نمی کنیم دیگه. اینجا رو شوروی درخواست میده که بگیره از ما، ولی ما هم بهش قبول نمیکنیم و اون هم حمله میکنه به ما. و وقتی که حمله میکنه به ما، من 72 تا دیویژن اینجا میذارم، 24 تا هم اینجا تو مرز این، 24 تا هم اینجا میذارم حمله کنه. تانکامون رو میذاریم اینجا که بتونن حمله بکنن. هم سلاح اون بده 100 تاش میرسه. جنگی به خاطر جنگ 100 تاش رو داریم از دست میدیم در روز. و شد تقریبا تمومه. نکنید، نه ناموسم تو چی میخوای به من بدی؟ نه نکن، یه دیویژن برو گم شو، یه دیویژن رو بذار لای لا اله الا الله. چی بگم آخه من نه ناموسم بیرم بگو من با اون یه دیویژن چه غلطی بکنم؟ نه یکی نیست به من بگه من با اون یه دیویژن چی کار میتونم بکنم؟ به خدا برشو برده آدولفی چیز نیست. گرونه دیدی گفتم من آینده رو پیش بینی کردم. آینده رو پیش بینی نکردم، 300 بار بازی کردم. بابا اینو بزن، با اون چیکار داری؟ زهراست فقط، زهرا که نیست. چیه؟ جنگله، حالا بازم مهم نیستش. اینجا سهر این سهر این ای خدا ما زنی زایه میشیم فقط. بابا چرا تسلیم نمیشی؟ تسلیم شدی یا چیکار میخوای بکنی مثلا؟ به من بگو دینا مثلا چیکار میخوای بکنی؟ بزن دیگه، چون نمیمیره. گرودینو، من همیشه میگفتم گرانودو. ای خدا جلال خدا. خب دیگه چی بذاریم؟ کارخونه رو چی بذاریم؟ تانک که من نمیخوام برم سمتش، پرسشو بخواد. تانک چیز خوبی اصلا، چیز بدی نیست، من سمتش نمیرم اصلا. خب آقا تموم شد، تسلیم شد. الان یه دیسیژن میاد برای ما که از طرف شوروی هست، پیام میاد به هیتلر میرسه که میگه که یا اینجا رو یا این قسمت ها رو اینجا رو یا این قسمت ها رو بدم به یا این قسمت ها رو میدیه هم یا به حمله میکنم. ما تو واقعیت که آلمان اصلا اینجوری نبودش. اومد خود شوروی هم بکرد به لهستان نصفش گرفت و این که این 20 شکتر روزی که من برم بذارم اینجا. من اینکه تو واقعیت اگرم اینجوری میبود آلمان 100% قبول میکرد، چون اصلا اون موقع نمیخواستش از شوروی هم. آلمان خیلی میترسید چون شوروی اون موقع یه ابرقدرت بود بس خودش. اینجا مثلا الان انگلیس ابرقدرت بود، آلمان ابرقدرت بود، شوروی ابرقدرت بود و دیگه چون هم براتون میگی که همین ابرقدرت بودن خیلی دیگه
کسی ابرقدرت نبود، یه آمریکا مثلا ابرقدرت، آمریکا هم ابرقدرت نبود اون موقع خیلی. نکنید الان شوروی میگه اینجا رو بده به من، 2 تا گزینه داریم ما میتونیم بهش بگیم که اینجا ما زحمت کشیدیم خودمون به دست آوردیم که این گزینه هستش و برای خودمون هستش و اگه این رو بزنیم قسمت ها رو بهش میگیم و یه جوری یه موش میمونیم، ولی ما این موش نمیمونیم. کل لهستان برای خود ماست، ما زحمت کشیدیم برای این زمین ها و کل لهستان هم برای ما هستش. ایتالیا رو وارد جنگ میکنیم. ایتالیا از اینجا میره جلو احتمالاً. من که تو واقعیت که شکست خورد اینجا هم هر که یار من باشه بدبخته. حتی هواپیما همونم کم کم میدیم به ایشون میدیم به ایشون. خب حالا بریم سراغ حمله به هلند. بعد از هلند هم از سریع به بلژیک حمله بکنیم. بعد از این ویدیو که تموم شد من آفریقا خودم یکم بازی میکنم، یکم میبرم جلوش، به شوروی یکم حمله میکنیم که شما خسته نشید. شوروی هم به ما حمله کردش، بسیارم عالی. غلط کردم آجی، چرا نرفتید شما؟ بابا با اینا با ریل اومد تو کشور آجی، ببینید فنا رفته. ای خدا من حواسم نبود اینا رو بکنم. موتورس پنالتی حمله کردش، چرا بدبخت شدیم رفت. اینو نرسیدن بودو یا ابوالفضل خوبه رسیدید دیگه کم کم دارم. یا ابن ملجم بدبخت شدیم رفت. چرا الان جنگم نمیرسه؟ چند درصده؟ 48% تازه. بهش من یه پیشنهاد دارم برات، کلا کنسل کنده بشه، یه جاسیفای وارد دیگه بده 10 روزه. خیلی عمالی ما باید 15 روز ثبت میکردیم، الان 10 روز بیشتر 15 روز کم 16 روز. یا ابوالفضل چی بود؟ حمله کن بودو توش برید توش منطقه از دست رفته پس برید چه حواسم اون نبود اصلا. خب آقا دیگه فکر میکنم برای تا الان کافی باشه دیگه. 13 دقیقه خیلی هم زیاد شد در ویدیو. تو کامنت هم بنویسید که میخواید ویدیو طولانی باشه یا کم. مرسی که تماشا کردید، خدا نگهدار. راستی من آفریقا رو یکم بازی میکنم. خیلی ممنون، خداحافظ.